شهرت مهمونی ما است. سلام علیکم شهرت جان. سلام علیکم. چطور هستید؟ تبتون بولیده هست؟ تبی من بولیده است. بسیار خوب هستم. و خودم رو خوب حس میکنم. خودتون رو خوب حس میکنید یعنی. در این گرماها چی حال و هوا دارید؟ از گرماها خود رو نجات میدهید یا نه؟ من فکر میکنم وقتی که زمستون است ما میگیم که کی گرم میشود و اکنون گرم آمده است ما چرا از این گرمی استفاده نبریم. با این گرمی را من اعتراف میکنم گرمی باید باشد. اگر این گرمی نباشد پس چیزی که ما طلب میکنیم تمام میوه هایی که هستند و چرا اونها را ما دائم گفتگو میکنیم و امروز گرم است که اونها هستند. و همین طریق و یک خصلتی عجیب داریم شهرت جان. وقتی که گرمی میاد میگیم که اوه مردیم از گرمی، پختیم از گرمی، سوختیم از گرمی. وقتی که سردی میاد میگیم اوه از سردی مردیم. کی گرمی میآید؟ یعنی مثل مادر بزرگم میگفت که گرمیت هم دادیم نفوریدت، خنکیت هم دادیم نفوریدت. یعنی چی میخواهی از زندگی؟ من از هر دو این خنکی و گرمی راضی هستم. هر دوشو با خودش قدر میکنم و میپرورم و یعنی دوست میدارم. اگر این خیل سوال پیشنهاد کنیم که از فصل‌ها کدامش رو دوست می‌دارید پاسخ شما چگونه خواهد بود؟ البته تیرماه فصل من است چون تیرماه من به دنیا آمدم. چندم کدام ماه؟ سپتامبر 17 سپتامبر. اوه 17 سپتامبر شما به دنیا آمدید. من هم تیرماهی ام. من 14 اکتبر. یعنی ما تیرماهیم. از دامانی پربرکت تیرماه به دنیا آمدیم و میگویند که تیرماه پربرکت است. این حاصل غنداری و والدین شهرت نیست حاصل عشق خود را غنداشتن در تیرماه. و شهرت جان چشم به عالمی هستی کشد. 17 سپتامبر کدام سال؟ سال 1974. این چی صدا است؟ از کجا میاد؟ متاسفم. حاضر بعد چند لحظه صحبت را ادامه میدیم. من باید خاموش کنم این هواپولو رو. به نظرم هواپولو چی نقصی دارد. متاسفم این صدا نیست شد. این صدای هواپولو بود. صدای هواپولو بود و تاتیانا ایوановна برای ما چای آوردند. سلامت باشید تاتیانا ایوановна. چای آوردند. سپاس میگویم و اکنون که مهمان داریم مهمان را تشنگیش را با چای میشکنیم. غیر از چای اگر قهوه بخواهید آب بخواهید چای بسنده است. خیلی خوب. ما چای می نوشیم شنونده های عزیز. فکر میکنم که شما نیز در نزدتان چای است یا یگان نوشاکی است یا یگان شربت است یا میوه‌جات است. خلاصه نغزه کک نشسته دقت کرده برنامه دوربین را گوش کنید و من حالا از شهرت میخواهم که برای کل شنونده ها یک آواز زیبای خود را بکشد تا هممون کیف کنیم. درست بسیار پیشنهاد خوب است. نمیدونم از کجاش سر کنم و مخلصا چی میخواهند. از کجایی که میخواهید بیایید یگون ترانه‌های خلقی جذاب رو با هم بسراییم. بعد یک چیز هست که میگن که وقتهای آخر دل را بردی دل بده. همیشه کجایی که میرم بسرا. و من گفتنی دارم دل را بردی دل بده جان عشقی مرا منزل بده یک بوسه خوشگل بده ما را با چشم کم مبین. آفرین احسن میگویم. شهرت آفرین بر شما. اینقدر صدای شیرین. فکر میکنم که کل شنونده ها حالا با وجد آمدند از صدای زیبای شهرت جان. تلفن رو اعلان میکنم 44 6 107 107 رقمی تلفنی ما است. مرحمت زنگ بزنید و سوالهای خود رو به شهرت سینکوف پیشکش کنید. این یک. دومش وایبر ما در خدمت شما است 88 40 107. کسانی که بیرون از کشور میخواهند با وایبر ما تماس پیدا کنند یعنی وایبر ما رو درست استفاده برند با آنها تاکید میکنم که قبل از برچیدن ارقام اول پلوس 992 رو بگیرید بعد 88 40 107 وایبر ما رو پیدا کرده میتوانید. چون که ما رو در تمام گوشه و کنار دنیا میتوانند گوش کنند طریق آنلاین. غیر از این ما رو تماشا میکنند این زمان توسط یوتیوب. ما در یوتیوب شبکه داریم یعنی آسیا پلوس شبکه خاصی خود رو دارد. آسیا پلوس تیوی. در جستجوخانه یوتیوب آسیا پلوس تیوی رو بزنید ما رو پیدا کنید مستقیم نشر میشویم و من به تماشابینان سلام میگویم. تماشابینانی که توسط یوتیوب ما رو تماشا میکنند درود بر شما ها. خلاصه همین و نگفتیم که 17 سپتامبر سالش رو نگفتیم. سال 1974 همون جایی که سال گفتیم که
وضعیت ناجور شد. نه سال رو میگفتیم که این هواپولو کاندیسیونری ما با فیغان در اومد، یعنی این معنی رو دارد که ما باید سین و سال هنرمند رو نگوییم. اما به هر صورت شهرت سال 1974 شما 46 ساله 47 ساله بله تاگی 50 بله عجب، لیکن مثل بالای چیل بالای چیل پایانی 50 بالای چیل. شهرت جان و شما مثل جوانی 28 ساله میتابید، اسرارش رو بگوید. این اسرار ندارد. عموما هر روز میخوام که من همچون هنرمند ایجاد میکنم و هوشم رو همیشه به ایجادیات یعنی جلب میکنم. شهرت شما فکر میکنید که من با این حرفای شما باور میکنم؟ نه نه نه، من باور نمیکنم. زیرا تمامی آدمان میگویند که خیر ما شادی میکنیم، خرسندی میکنیم، سرود میخونیم، شاید همین باشد، فیتنس میکنیم، با ورزش مشغول میشیم، شاید همین باشد سبب جوانی ما. اما نه، اینجا چیز اسرار دیگر پنهان است، شاید ذاتی باشد. نه، من فکر میکنم شیر بسیار مینوشم با عسل، با مسکا. نه این گپ دیگر من نوشته میکنم. شاید به همین باوری دارم. نوشته میکنم شیر، مسکا، عسل طبیعی. از مغازه نه. از مغازه نه. شیر از شهری نو میبیاد. از شهری نو میآید. مسکا چی؟ مسکا خیلی شیر دوشنبه. از مغازه شیر دوشنبه. عسل، عسلی طویل دره. عسلی طویل دره. به نامی عسلی. شیر و مسکا و عسل رو آمیزش میدهید؟ شیر رو در یک بکل مثال گرم میکنید و مسکا رو یک قاشق و عسل رو هم یک قاشق و بعدا ارالش میکنی و بعدا هر روز می نوشید؟ گاه وقتی خواب رفتن، شب گاه سحری صبح. و بعدا صبح که می نوشم ساعت 7 بعد ساعت نیم تا کم 8 باشد من شیرچای حتما میخورم و میبرم. شیرچای انوی شاید سبب در شیرچا باشد. و من حالا بعدا طرز آماده کردن شیرچای رو از شما میپرسم، اما حالا درباره نمون شیر و عسل و همین چیزا پرسیدنی هستم که این به صدا فایده دارد؟ البته اصلا من برای آواز استفاده میبرم، چون که بسیار وقت ما خیلی آواز ما بسیار خسته میشود، خیلی یعنی کار بسیار است، برآمده بسیار هست و این از اصلا وابسته است. همین طریق ما همه را فکر میکنیم خیلی آواز یعنی کسل است و بعدا شیر، مسکا، عسل رو استفاده میکنیم گرمکک و خودمون رو نگاه میداریم. بهترین. شهرت یک چیز دیگر، سبب فربه نشدنتون رو بگویید، چون من میبینم که فقط در یک حجم هستید شما. حجمی اگر لباس ها رو بگیریم اس کا میشود، ام کا میشود، ال کا میشود، ایکس ایکس ال میشود، شما اس کا یک عمر اس. اسرارش در چیست؟ این هم اسرار ندارد، ذاتی است، ارثی است به فکر من. شاید ذاتی است و بگم تو ما با آش ما بسیار میخورم. یعنی پرهیز نمیکنید؟ بله، لیکن نمیدونم چخیلی که طبیعی اهل خانواده هم همین گونه اند، لاغر اندام. بله بله. یگون نفری پرگوشت چربدار در عائله شما نیست؟ نداره چربو را لیکن نمیخورم. از خوراک ها چی رو میپسندید؟ آش پلو رو گفتید الان که آش پلو وقتی که در خاندان من تو خانگی تیار میکنم و از همین طریق در بیرون قریب که منتو رو من قبول ندارم، چون که در خانه با دل پر گوشت پر. چرا قبول نمیدارید منتوی بیرون رو؟ ما کجایی که میرم میگم منتو، با میگم منتو تون گوشت دارد. شورا جون یک زنگ تلفنی است. الو سلام علیکم. سلام علیکم آقا. و علیکم بر سلام. سلام ما با آقای شهرت سینک برادر قدیما. عادل جان شما هستید؟ لابای. عادل جانید شما؟ نه ما دلیر جان سلام. مرحمت بلندتر حرف بزنید. خب امی آقای اردو، امی آقای شهرت، ما آقای شهرت خیلی پیش رو میشناسیم. بسیار خوب. سال 2000 امی سرانگیش آقای شهرت از کدام سال سر کرده باشه؟ بگوید شورا جان. سرانگی را ما یعنی از صنف 7 من نواختن اکاردیون رو سر کردم، یاد گرفتم با صنف 9 در تلویزیون ما از سال 2005 3 تا 5 یک برنامه بای بود استیس پیاد بود کو. از سال 2003 تا 2005. بله بله. انا مو سال 2002 بود یا 3 بود
در طرف سیرک در نزد مکتب 51 اونجا استقامت میکردن. کدام سال بود آقا؟ خلاصه شما سوالی خود رو پیشکش کنید دلیر جان. همون سالا بود، همون سالا بود. برای همون سال ما اکای شورت توی برده بودیم ده خونه امکمون. سیم امکمون که ما آفیس میکنم بعد پدرم که هم جمعه یک همسایه‌مون هست. بعد گفتم اکای شورت توی بودیم با ما با مشرف خودم با از اونجا آوردیم میورده. یک اکاردیونشون مکتب 51 ده ما را معلم درسی فرو درس میداد. بله بله خدای بزرگ. دلیر جان سوالی شما اگر سوال داشته باشید. سلامت باشین. همون سرودی وای تاجیکستان همه دنیا ایمان یا عجیب. سپاس دلیر جان، تشکر. این سرود حتما صدا میدهد دلیر جان، فقط بعد از реклама. حالا реклама در رادیوی آزیا پلюс. интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред. рафиқон барномаро идома медиҳем ва қабл аз ҳама мехоҳам рӯ биёрам ба паёмҳои смс ки тавассути вайбер омадаанд. тавассути вайбер нозанин ба мо менависад. ассалому алайкум нозанин. нозанин навиштааст: салом ба шумо ва меҳмонатон. беҳтарин шахсият дар санъати тоҷик медонам шӯҳратро. сарояндаи маҳбубу дилписанд, ватансарову хушсимо, хоксору самимӣ ҳастанд. садояшон ҳеҷ гоҳ хаста нагардад ва мисли бародарам дӯсташ медорам. худо ҳамавақт нигаҳбонаш бошад. нозанин навиштааст. نازنین شما را خدا نگهبان باشه. سلامت باشید. و نازنین یکی از شنونده‌های دائمی رادیوی ما است. سلامت باشن. سلامت باشن. خوب، اکنون من میخوام درباره سرودی که چندی قبل صدا داد، سرودی یک دم بیا را قهرمان نام شاعری خوش قلم انشا کرده است. قهرمان در تئاتر اهورون شهری دوشنبه کار میکرد، ولی قهرمان واقعا قهرمانی کرد. به خاطر پدر و مادر هنر رو، صحنه رو، کسب و کار رو ترک گفته با از پایتخت رفت به ولایت مختار کوهستانی بدخشان به نزد پدر و مادر. این قصه رو شهرت جان خوبتر میداند. البته با قهرمان عالمجان ما خیلی همکاری زیاد میکردیم در زمان دانشجویی و در تئاتر اهورون کار میکردن. با برادر نیک قدم شورنظر و یکجا بودن همیشه. و همین گونه شعرهایی که آرامی جانم سرایدم قهرمان عالمجان نوشتن و سرودی که ای پری یک لحظه گوش کن تا که خندانت کنم. با آهنگش بسرایید. ای پری یک لحظه گوش کن تا که خندانت کنم، جان و دل را یک به یک پابند زلفانت کنم. و امیرا قهرمان عالمجان نوشتن. و بعدا سرودی لاله رخ سیمی بدن کبکی خرامانی منی، تق میشگان چهره خندان ماه تابانی منی، بنده می سوزه در عشق روی تو هر روز و شب، هر روز و شب. ای گوهری نایاب من، لؤلؤ و مرجانی منی. همین گناه شعرهای بهترین را قهرمان عالمجان نوشته است. من دیگرها رو نمیدونم، اما وقتی که ترانه های شهرت تنین میاندازند در این یا آن فضا، من میخواهم که برخیزم و رقص کنم. و گوه وقت اهمیت هم نمیدیم به کسی. خواهش رقص کردن هم پیدا میشد. از جای میخیزم و دیوانه و رقص میکنم. بعضی ها میگویند که چرا رقص میکند؟ آخر میخواهم که رقص بکنم. ترانه های شهرت بسیار جذابند، زیبایند و این زمان ما رو هم تماشا میکنند هم میشنوند. برای همین فکر میکنم که رقص های ما رو الکی تماشا دارند زیر ترانه های زیبای شهرت جان. خوب، اینجا یک شنونده دیگر داریم. گوه سوال های بی معنی میدهد. جمعه خان است نام این شنونده ما. جمعه خان میپرسد که با مهمانی شما سوال راست است که با نگینه امانقلووا رابطه عاشقانه دارند؟ نگینه امانقلووا در بین هنرمندان بانوان یعنی برای من مثل خواهر و حتی با خانواده ما رفت و آمد دارد و خودش یک بار نشسته در بین همین تمام هنرمندان گفت که همین شهرت سینک رو من همچون اکا انتخاب کردم برای خودم. بهترین ما با خانواده‌شون، با پدر مادر، با برادرشون بسیار یعنی مناسبت‌های خوب داریم. همیشه ما یعنی خونه‌شون خبر میگیریم و ما دائم در مهمانی نگینه هستیم. رفت و آمد. بسیار اعتراف دارم.
بدیها خوندید با نگینه؟ البته سالی که نگینه معقول و در بوربات کوخی بوربات کنسرت رو بود برپا میکرد و عذر قصه رو دوام میدیم. یک زنگ تلفنی هست. الو سلام علیکم. الان درود اکه اردوی درود بر شما. بفرمایید خود رو معرفی کنید. مهمان برنامه بلندتر حرف زنید. خود رو معرفی کنید. بختیار از عبدالرحمن جمعی. بختیار جان گوش میکنیم شما رو. مرحبا سوالاتون رو پیشکش کنید. بله من اصلا میگم با شما یعنی سر کیسر دعوت کردید. من به نهایت مطمئن سیاسی شورا هستم از دوران زندگی به اون کس رو دوست می‌دارم. الان یک سوال خواهش دارم. آها بفرمایید. سوال من این است که یعنی برادر شد یعنی صحنه رو انتخاب کرد یعنی از کدام سال و به این خوانداری صحنه داد. بعداً یک سوال دارد که خیر می‌گیرم. بلند حرف زنید. بلند. الو. تشکر. ما فهمیدیم با یک عذاب اما فهمیدیم یعنی چی گفتند این شنونده ما چی سوال پیشکش کردند. یعنی از که شما شروع کردید بعد ترانه خوانی قدم های نخستین خود رو یعنی سوالی معمولی که دائم داده می شود به سر من در بسیار جاها خیلی در چندین بار همی جواب مردم را همه خیلی گونه میگرشوندم چون که صنف 7 بودم من با اکاردیون نواختن رو یاد گرفتم و صنف 9 علاقه من به حافظی شروع کردم. در خورسندی های مردم. بله البته. عجیب. از صنف نهمی این برمیاد که از 14-15 سالگی. اینجا باز یک سوال دیگر اومده است از شمشاد یوسفوف. شمشاد جان سلام علیکم. خوب هستید شما؟ مطمئنم که خوبید. سلام علیکم آرزو جان خوش آمدید میگوییم. شهرت رو همیشه سلامت شهرت رو میخوایم که همیشه سلامت و زنده باشند. بسیار آواز زنده خوب میسرایند. یک سرود زنده خوب بخوانند. فقط خواهش شمشاد رو اجرا میکنیم بعدی به انجام رسانیدن موضوع بدیها با نگینه. بله بله. روزی بود که نگینه با من یعنی در تماس بودن گفتن که من کنسرت برپا میکنم در کوخی بوربات و یک سرود رو با هم یعنی یک دویت رو میسراییم و من یعنی در خانه با عائله با فرزندوشتگی بر رفتم خانه علویده اکاردیون رو گرفتم و از شعر سرداری رهدار سر کردم. شبنمی گل باده گل پوش من محرمی رازی دلی خاموش من و بعدا خواهم چون با موسیقی همه را گفتگو کرده جوی نگینه رفتم و ثبت کردم به واتساپ روان کردم با نگینه. نگینه گفت قبول من قبول دارم ماده معقول است لیکن ایلوج می شود که سرود دویم را با یعنی لهجه بدخشانی می سراییم و بعدا من با شاعر استاد سردار رهدار شادرمان در تماس برآمده بودم. گفتم من یک شعری که داری درگیلم درگیل تعتیم درگیل من میتونم با نگینه یعنی با همین سرود پیوست کنم زمزمه کنم. گفت قبول است و اونجا سردار رهدار یک پارچه‌اش رو زمزمه اونجا سردار رهدار یعنی همچون مرد با یعنی مرد با زن گفته سخن لیکن ما سخن رو یعنی جو کاری کردیم که سخن رو زن با مرد بگن و درگیلم درگیل تعتیم درگیل تاتم نسوتیله نسوتات یختای. عجیب چی معنی دارد؟ من میخوام که پزمانم پزمان من با تو پزمان یعنی چشم تو هیچ وقت سیر نشد یعنی من تو رو رام نکردم. اینقدر شیرین اینقدر دلنشین. عجیب عجیب. مؤلفش سرداری رهدار است. ولی آهنگ رو شما انشا کردید. بله نه آهنگ رو این آهنگ یعنی کهنه بود. قسمت شعر اول رو چی؟ شعر اول رو من ایجاد کردم آهنگ و قسمتی که دوم درگیل رو دوشنبه پلای اولین بار سرویدن و من با نگینه یعنی در دویت یعنی جو با جو کرده یعنی مصرع‌های دویم رباعی رو یعنی با استاد شاعر سردار همکاری کردیم و سخنان رو یعنی با فارسی. یک زنگ تلفنی است. الو سلام علیکم. الو حرف بزنید شما در روی نشر مستقیم هستید. متاسفانه نشد تکرارا زنگ بزنید و با یک ترانه این بخشی صحبت رو میخوام با زنگ تلفنی. الو سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. خود رو معرفی کنید و سوال رو پیشکش سازید. تشکر با شما. چی گفتنی دارید به شهرت جان؟ تشکر زیاد برای برنامه‌تان. کی شاینه کرد شماده بگم یک سرودی پرمیرکی برای خواستم بخوادم دیگه میباشم بله. نشنیدم. به نظرم درخواست کردن که یگون سرود با زبانی بدخشانی بسراید.
خوب اگر بسیار خوب می شود زیرا من هم دوست می دارم فولکلوری مردمی بدخشان رو. زمستانم بهار چوگت تویت نیست خوجانم خارزار چوگت تویت نیست تو نالم ما خغم ماشم جدا نیست خو عشقم تا پرا بوگت تویت نیست نزیرا نزیرا چشمکت مغونت تازه نزیرا نزیرا دایمم تا عشق توخنا. به 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 آفرین میگویم. بعد از رکلام صحبت رو ادامه میدیم با شهرت ساینаков. интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред. меҳмони мо шӯҳрат сайнаков ва боз саволҳо зиёд мешаванд, зангҳои телефонӣ зиёданд. сипос мегӯем ба ҳама. гузашта аз ин ҳама боз моро тамошо мекунанд тавассути YouTube. мо шабака дорем, Азия Плюс, шабакаи Азия Плюс TV-ро кушодааст дар YouTube ва тавассути ин шабака моро ин замон тамошо мекунанд. махсусан моро тамошо мекунад фарзанди ҳунарманди барҷаставу шинохта ва писандидаи мардуми тоҷик Ғолиб Исломов, Гулпари Исломова аз Федератсияи Русия. дуруд мегӯем ба Гулпари ва дар симои Гулпари ба ҳамаи муҳоҷирони меҳнатие ки ин замон дар қаламрави Федератсияи Русия ва дигар мамлакатҳои дунё қарор доранд ба ҳамаашон саломи бешоибаи пур аз муҳаббату гарми худро мерасонем. шӯҳрат меҳмони мо аст. дархост кунед, хоҳиш кунед, саволҳои худро пешкаш кунед. 8840107 рақами вайбери мо аст. 446107107 рақами телефони мо аст. шамшод менависад мардуми бадахшон овозашон мисли кӯҳҳои баланди зебояшон баланду фораму зебо аст. аз ҷумла صدای شهرت هم نوشته است. شمشدجان یوسفوف. سلامت باشن، آباد باشن شمشدجان. و چون یک سروده که حالا خوندید چند قبل با زبان بدخشانی میخواستم که ترجمه اش رو بگوید که چگونه است. اونجا گفتم زمستان و بهار چوگت تویت نیست، یعنی زمستان رو بهار کردم و تو حالم نیستی. آها. خود جانم خارزار چوگت تویت نیست، جان خودم رو خارزار کردم و تو حالم نیستی. آها. تو نالا ما غم ماشم جدا نیست، یعنی تو غم مخور ما جدا نیستیم. بعد میگه که خو عشقم تپرا ووگت تویت نیست، عشقم رو در پیش تو آوردم تو حالم نیستی. به به به. از سردار رهدار. بله. شادروان. و همین سال گذشته رحلت کردن نه دنیا رو ترک گفتن. اپریل بود. شما آگاهی داشتید که با کدام مریضی دنیا رو ترک کردن؟ دل با دل ما قلبشان مریض. خدا رحمت کند. تربتشان روشن باشد. هست کارهای نیمکاره، کارهایی که با سردار رهدار ناتمام خام ماندند. البته وقتی که کنسرت های کلون دولتی که میشن جشن وحدت، جشن نوروز، جشن استقلالت، همیشه من آهنگا رو ایجاد میکنم و استاد با طرز آهنگ من یعنی شعر می نوشت. و بعدا با من پیشنهاد کرد که بیا گفت شعرهایی که آزادانه در همه جا کار می آیند بیا همین گونه شعرها من می نویسم، شما آهنگ بسته اینها با شما بسیار ضرور و در کار هستند مثل دارو و شما باید با این شعرها نامت را گذارید. همین گونه تکلیف کردم، پیشنهاد کردم، گفتم مایلش من راضی هستم. و می توانید یک پارچه از شعرهایی که هنوز هیچ کس نشنیده باشد، شعری که متعلق است به قلم است شادروان سردار رهدار و حالا آماده نکرده اید؟ من فکر میکنم چیزی که یعنی در کتابش بود، چیزی که به من معقول شد، من آهنگ بسته همش رو زمزمه کردم سرویدم. یگون چیز نموند، لیکن خودش پیشنهاد کردن که بیا این گونه دوام کارهاشه، یعنی این گونه شعرها من می نویسم، شما سرود و حرکت کنید. گفت از شمس تبریز و از هلالی، از همه این بزرگا یک تا دیگه در بین یعنی ایجاد کردن. خود مصلحت کردیم و پیشنهاد کرد. گفتم البته. شما که با سردار رهدار تنگ و تنگ کارهای ایجادی داشتید، زیاد کار میکردید، بعدی از سر رفتن، بعدی از دنیا گذاشتن سردار رهدار، این قلمکشی نامدار، همون خالیگاه پر شد با قلم یگان شاعر دیگر یا نه پر نشده است؟ یک سال شد من خیلی یعنی عذاب میکشم و تا حال قریب که ایجاد کردن نتوانستم. یک چیز من پیدا نکردم که مردم را یعنی
جلب کنم یا که میدان را گرم کنم چون که من ایجاد آهنگ خودم را با یعنی با نازکای خودم ایجاد میکردم در وجود من وقتی که پیدا میشد اما لحظه کیفیت آهنگ و ما جوش با ثبت میکردم و با سردار رادار زنگ میزدم و همین گونه آهنگ با من شعر نویسید و امروز من تا حالا با یگان کس همکاری نکردم با یگان شاعر حالا نمیدونم من با کی شروع کنم همکاری سوال به میان یعنی اون خالیگاه پر نشده است هنوز و 2 تا 3 تا سرودی که ثبت کردم و از شاعر سردار رادار هستن یعنی از ارشیو هالم گرفته ثبت کرده استفاده خیلی خوب دوستانی عزیز حالا بخش سپورت صدو میدهد سپورت در 5 مینوت 5 دقیقه و بعد یک سرودی شهرت سینکوف بعد از این باز صحبت را ادامه میدیم ساعت دوم برنامه دوربین شروع می شود فعال باشید زنگ بزنید بنویسید سوالهای خود را به شهرت سینکوف پیشکش کنید رادیوی آزیا پلوس این رادیوی شماست интиқоли маблағ аз русия акнун осону дастрас интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред شنونده های عزیز برنامه رو ادامه میدیم ساعت دوم برنامه دوربین سرپرست ما شرکت گلوس میگه مغازه پایفتولو لباسی بچگانه زنانه مردانه در روبروی صدبرگ خوب شهرت سینکوف در استودیوی ما نشسته است چای می نوشد تبی بولیده دارد سرود میخواند برای ما و شما و درباره کار و فعالیت و روز و روزگارش قصه میکند و با عرض شما من میرسونم که به نزدیکی یک سرودی تازه یک سرودی نوی شهرت سینکوف تهیه می شود و شهرت وعده داد که این ترانه رو به ما میفرستد و ما توسط رادیوی آزیا پلوس اون رو رونمایی میکنیم مرحمت درباره این ترانه البته سرود یعنی با نام دوست و از 2 قسمت عبارت است یعنی یکم مطرب خوشنوا بیا میل نوای دوست کن و همین گونه صدا میدهد مطرب خوشنوا بیا میل نوای دوست کن حافظ خوش صدا بیا مهد و ثنای دوست کن و همین گونه یعنی دوست برای دوستان این مالکی است متنش من گفتم که از سردار رادار از سردار رادار و دویم قسمت در باغ دل بهار است ای دوستان بیایید گل چشمی انتظار است ای دوستان بیایید گفتم که درباره دوست و دوستان است عجیب و اصلا من برای جشن وحدت تیار کردم جشن وحدت خودش یعنی صلح است دوستی است و با بعضی سبب های گوناگون یعنی من به اتمام نرساندم یک چیز دیگر من در کار شما همیشه دقیق کاری رو میبینم یعنی یگان کار رو نیمکولا کرده نمیپرتاید و با کاری دیگر بچسبید یا اینکه با یک نفر وعده بدهید و بعد وعده خلافی کرده باز دیگر کاری رو انجام میدید این گونه کارها رو شما اصلا نمیکنید و بگویید که آسان است با همین گونه پرینسیپ ها زندگی کردن دشوار است لیکن آدم ها رو کاراشون نابود میکنی حل میکنی خودت بعد وقتی که از اونجا میبروی یک شخصی که کارش حل نکرده موند چون که همچون خفه شد از شما چون که نرسیدیم اونجایی که من وعده کردم اونجا رسیدم و اونی که به من زنگ زد که باز نزد من هم بیایید یعنی یک برآمد من دریاب نکردم و جان همین گونه یگون مثال آورده میتوانید از فعالیت ما رو دوستان همین مثالی که با جشنواره افتریت روی دوشنبه شد من به نزدیکی ما با شما 20 روز پیش وعده کردم که در نزد اپرا و بالت برنامه میگذرانیم و جشنواره افتریت رو بله یعنی شما گفتید 3 سرود من علاقه به شما وعده کردم و 3 سرودم رو کردم من تیار هستم بله و بعد از شما کمیته جوانان به من زنگ زدن که همین گونه محفل داریم و من اونجا هم سرودم رو روان کردم گفتم اینجا ساعت 6 سر میشه در شما ساعت 7 اینجا من میرسم حتما و بعدا از کنسرتی که در نزد شرشره میشود یک روز پیش از کنسرت یعنی به من زنگ میزنن و من میگم که من باوری ندارم که من به نزد شما میرسم اما ساعت ما نه شما میرسید گفتن من گفتم بیا با میرسیدن شما من شما به ها میگم یعنی که شما گفتید که شما میرسید من گفتم من نمیرسم و همین گونه شد که من نزد اپرا بالت رفتم برآمد کردم رفتم باغ دوستی یعنی میدون فردوسی رفتم برآمد کردم و سیمش به نرسیدم
دیدم که زنگ زدند در یک شب در یک بله. شام در یک شب در 3 جا برآمد از و نقشه ساعت گرفتید. 6:30 تا 8 باید 3 جا یعنی رفتن دریافت کردن. دشوار است. نرنجیدن؟ رنجیدن خیلی البته میرنجن، چی بنا میرنجن. لیکن من در راه وقتی که از برنامه‌ای که رفتم و جای سیمی که من دریافت نکردم خیلی ناجور شدم، ناراحت شدم. در راه میرم چرا من از نزد اپرا بلید بود اونجا میرفتم شرشره و بعداً به اینجا میمدم دیدم که کدومی که بیشتر زنگ میزند یعنی وای برای برنامه‌شون یعنی دلشون بسیارتر میسوزد و من رفتم. یا اینکه اولین شده نفری که مثلا زنگ میزند و مصلحت ها میشوند، چون که اگر گفتگوزار با نفر اولینی که زنگ زده است صورت بگیرد و شما وعده داده باشید بعد از اون نفر دومی زنگ بزند، شما نمیتوانید الکی وعده خلافی کنید به نفری که اولین شده زنگ زده است. و همش این میگذرد، میتونی هر سینو رو ترک کنی و نروی. دیده ورو میماند. ده لیکن بعد که مگر که میگم ترک کنی و نروی. مگر که دیگه بعد نبینی این شخص را. لیکن این خیلی هم شده است که ترک کردید و نرفتید. من هیچ ترک نکردم، مرا ترک کرده گنو من ترک نکردم هیچ وقت. یعنی بی‌وفایی نمی‌کنید. من بعدا میگم که من عذاب میکشم، میگم که ساوست ناموس. و فقط یک چیز رو من میخوام به شنونده ها تاکید کنم، این هم باشد از سرودی شهرت سینکف است: ما رو به چشم کم نبین. ما رو به چشم کم نبین. عجایب. این سطر رو از کجا گرفته؟ چون اینقدر سطر زیبا. عموما در کوچه بسیار میگن که ای قطعی ما شوخی نکن. ما بعضی با شوخی میگن، بعضی میگن که ما دمو قطعی ما خیلی رفتار چی ما باز با این سلنگ با این شیوه کوچگی چی ما دونک تربوز هستیم. بله. بعد در کتاب میرزا فیضالی من گفتم ما را با چشم کم مبین. همین سخنان رو من قبول کردم. باز خیلی گفتم که در خانه با اکاردیون خانه الوده میدارم و سر کردم ای شوخ چشمی نازنین ما را به چشمی کم مبین، مژگان سیاهی محجبین ما را به چشمی کم مبین. عجایب عجایب. این سخن هست که ورد زبان همگان شد، یعنی ما رو به چشم کم نبین. این سرود رو همگان میپسندند و دوست میدارند. این سرود جاودانه شد، سرود ماندگار، سرودی که در همه وقت و زمان آن رو مردم میخواهند بسرایند. اینجا یک پیام دیگر اومده است از جانب شنونده ما. سلام میگویم، من مهربان از شهرت خواهش دارم که 2 مصرع سرود غم دلش را بخواند. سرود غم دل. مهربان چی غم دل دارد؟ نمیدونم، مهربان مخلص شما است. غم دل. من فکر میکنم سخنو در غزلیات هلالی یا رب غمی بیرحمی جانان با کی گویم. یا رب غمی بیرحمی جانان با کی گویم، با کی گویم جانان با کی گویم، جان از غمی او سوخت غم دل با کی گویم، با کی گویم غم جان با کی گویم. یعنی غم دل که گفت من غم جان. عجیب. فکر میکنم که مهربان نیز غم دارد، غم‌های عاشقانه دارد در دلش، ولی از بی‌غمی دیده فکر میکنم که غمی عاشقانه داشتن بهتر است، زیرا غمی عشق هم شیرین است و عشق در برابر غم باز شادی های زیادی هم دارد. مهربان سپاس میگویم بر شما. حالا مشروع قرب اسعار و وضع هوا بعد از این ترانه جان منی با صدای شهرت جان صدا میدهد. интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред. باز هم درود رفیقان عزیز، برنامه را ادامه میدیم مستقیما از رادیو پسندیده شما از یا پلوس. تلفن ما چون همیشه 446 وایبرمون 8840107. بنویسید، زنگ بزنید، منتظر زنگ های تلفنی شما هستیم. خب من سوال پیشکش میکنم. شهرت درباره روز و روزگارتون قصه بکنید. وضع خانوادگی، فرزندان، این همه. از کجا سر کنم؟ خیلی وضع خانه ما یعنی خیلی خوب است. شکرانه. اولا دارید؟ اولا دارم، یعنی صاحب 2 فرزند هستم. دخترم صنف 6 به 7
گذاشتند پسری ما از صنف 4 به 5 گذاشتند، یعنی بسیار خوب میخونند مکتب رو با بهای خوب و اعلا. اویلم دو فرزند دارید. بله. عادتا در عموما اویله های مردمی ما اگر از لحاظ قاعده های سنتی نظر بیافکنیم خیلی زیاد فرزند تولد میکنند، 5 6. چرا شما توقف کردید در نصف راه؟ زمانی آمد که میگن که یعنی اروپایی رو غلبه کردن. زمانی اروپایی. و بعد من بسیار یعنی خیلی وقت زندگی ما دیر یعنی اویلادور شدم. سبب در چی بود؟ گفتم من تا در جاده صنعت به نقطه نرسم من زن نمیگیرم. و همین در چند سالگی زن گرفتید؟ در 34 سالگی. یعنی مهر زدم، مهر که من باید همین گونه شوم. بعد گفتم که در زندگی وقتی که از دهات میبیایی به شهر خیلی بسیار دشوار است. شما از دهه به شهر آمدید؟ بله، از دهات به شهر آمدم. از کدوم دهه؟ از روشن دهات دیرزود. روشن دهات دیرزود. بله. خیلی جای زیباست روشن. بعدا خیلی میدونید در شهر چقدر مبارزه های زیاد هست. یعنی این بحر است، بحر بیکنار است. شما برای تحصیل آمدید؟ بله، اول آمدم برای تحصیل با دانشگاه آموزگاری. اونجا فاکولته موسیقی و سرود است. این بود سال 1991. و من داخل شدم و سال 1992 وضعیت های ناگوار جمهوری را به یاد دارید و همین گونه ما گریختیم، یعنی هر کس به جای خود. شما با بدخشان رفتید؟ بر روشن؟ روشن. و بعدا سال 1995 باز برگشتید برقرار کردم به دانشگاه رو. سال 1998 یعنی ختم نمودم و خود همون دانشگاه من همچون آموزگار یعنی مرا با کار دعوت کردن، کار فعالیت کردم. و سال 1999 من گفتم من باید هنرم رو یعنی نمایان کنم، نمایانتر شم و گروهی روشندلان روشن رو یعنی تشکیل کردم. و همین گونه هم در دانشگاه آموزگاری فعالیت میکردم و یعنی بسیارتر وقت خودم رو با گروه روشندلان صرف کردم و خیلی مهنت کردیم، خیلی کنسرت ها کردیم. و سال 2007 من اولین بار در جشن نوروز کنسرت کلام برآمد کردم و یعنی من به نقطه رسیدم و ماه دکبر همون سال من اولادور شدم. ماه دکبر همون سال در 34 سالگی. یعنی شما در 34 سالگیتون معروفیت را به دست آوردید، مشهور شدید در بین مردم. اینجا باز پیام فرستاده است مهربان برای ما. مهربان می نویسد تشکر بر شما عیسی، شما بهترین برنده اید. یعنی من عیسی و اکوی شهرت بهترین سراینده. خیر، به همه خوش می آید وقتی که تعریف میشنوند، وقتی که وصف ستایش میکنند. بله، به همه خوش می آید. فکر میکنم اصلا تمامی مردم از روی پسیخولوژی تنقید پذیر نیستند. شما تنقید پذیر هستید؟ اگر تنقید کنن چگونه قبول میکنید تنقید رو؟ هر کس اندیشه خودش رو میگه و وقتی که در فیسبوک می نویسی که هر کس چیزی که می نویسد من از نوشتجات همون شخص میدونم که همین شخص همین گونه شخص است، خصلتش همین گونه است، یعنی در دلش سیاهی پخش. یعنی چگونه مثلا انسان های سیاه دل رو در فضای مجازی در اینترنت شما میشناسید؟ اونها رو از جهت وقتی که مثلا شما کار خوب رو انجام میدید و اونها در تگ کار خوب یعنی سخنی بد یعنی که دلشون یعنی اینها انسان های سیاه دل هستند. ما کار خیر رو به انجام میرسونیم اونها در زیر کار خیرمون یک کلمه بد می نویسند. یعنی نوشته های زشت، یعنی نوشته های اونقدر خوب ناخوب به شما تاثیر میرسونند؟ اینو در همون جاش به تاثیر میرسونند و بعدا باز من تابتون رو خیره میکند. البته بعدا من از این وقتی که دورتر میشم میگم باید که گوین، باید که نویسن، از بس که من چیز هستم که اینا می نویسن. وقتی که من هیچ چیز نباشم پس درباره من خیر، این اولش همین گونه است و عادت میکنید. باور کنید من تجربه دارم در این رشته. اول گوه سخت میرسد، کمی غمگین میکند ما رو این نوشته های زشت و بعدا میدونید عادت میکنید. بعد از عادت کردن الکی بی‌پروا میشوید. بعد بی‌پروایی پوستتون قفس میشود مثل پوست تمساح. دیگر یگان چیز تاثیر نمیکند. باور کنید شورت با مرور زمان، زیرا من میدونم که ایجادکاران حساسند. بسیار ایجادکاران، بسیار هنرمندان همین سخنهای بعد کشتند.
همین سخنهای بد کسل کردن و همین گونه من پیشنهاد میکنم که آدمایی که نیت بد دارن و سخن بد رو میخوان که بنویسن بگذار سخن بد و نیت بد در وجودتون بماند و با زبان سخن خوش رو نویسید، سخن خوب نویسید. در درونتون بپوسد و بله. خیر اکنون باز جمعه خان می نویسد. سوال به هر دوی شما، همین خصلت مارا چی خیل باشه؟ نفهمیدم این سوال رو. همین خصلت مارا چی خیل باشد؟ مارا چی است نمیفهمم. جمعه خان سوال رو پر کنید، فهماتر بنویسید. من سوال شما رو بعدا پیشکش میکنم. سوال مارا چی خیل باشد؟ مارا چی است نمیفهمم. خلاصه منتظر سوال جمعه خان هستم و درباره عموما وضع اویلوی گفتم حرف بزنیم. همسری شما از روشان است؟ همسری من یا اینکه دختری شهری؟ دختری شهری است، لیکن شما اینجا شناس شدید؟ ما اینجا شناختیم و قصه عشقتون چگونه است؟ اولادشون از اشکوشیم است، یعنی آها. تاجیک زبان هستند، یعنی در اشکوشیم یک دهاتی قازده هست قازده و اینو با تاجیکی حرف میزنند. شیوه اشکوشیمی دیگر است، شیوه روشانی دیگر است. در اشکوشیم خودش 3 زبان است. یکی تاجیکی، دویمش یعنی وخانی و سوم بود در وخان یک قشلاق دیگه رینی میگن. رینی 3 زبان عبارت است. و در روشان ما تماما دیگر گونه همدیگر رو میفهمید هنگامی حرف زدن. و امروز اویلم قطعی من با زبان روشانی گپ میزنم، فکر میکنم که اویلم رو از همه قشلاق گرفتم. از قشلاق گرفتم. یعنی روشانی اکنون ببینید کی زیادتر در اویله تاثیر رسوند؟ شما همسرتون رو روشانی حرف زن کردید یا اینکه همسرتون شما رو اشکوشیم حرف زن کرد؟ این در خونه یعنی احترام هر دو طرف جو به جو. ما همیشه فرزندان رو همه خیل گونه تربیت میکنیم که خشتباری پدر و مادر رو هر دوش رو یک طرف یک خیل حرمت کنید. اینم نزدیک است، اینم نزدیک است. فرزندان با کدام شیوه بیشتر حرف میزنند؟ کدام شیوه روشانی برتریت دارد یا شیوه اشکوشیمی در اویله؟ روز میشد که یعنی با من روشانی و با مادرشون هم روشانی گپ میزنند. یا اینکه روزها رو تقسیم کردید، روزهای جفت روشانی، روزهای تاخت. و حتی دیروز من همین اهمیت دادم، پسرم آمد روز با مادرش خیلی همین روشانی گپ زد. بعد بعضی دخترم میبید با اوچش یعنی همین خیلی توجیکی گپ میزنه. همین گونه یعنی ما این را اهمیت نمیدیم. خلاصه خیلی یعنی پدر باز یعنی نقش اساسی رو در خونه میبازد. حتما وقتی که پسر رو میپرسن از کجا هستی، پسری شورت سینک است. نورشید از کجا هستی؟ از روشان، از دیرزود بود که روشانی را بداند. نورشید عجیب نامی زیبا. و من پرسیدم که شما با عشق و عاشقی هم دیگر رو انتخاب کردید یا اینکه والدین؟ قصه عشق شما چگونه، شناساییتون چگونه صورت گرفت؟ 2005 شناس شدیم و همین گونه 2 سال یعنی ما شناسایی پیدا کردیم. یعنی هنگامی دانشجویی ختم کرده بودید؟ اویلم در کمیته امور کار میبرد و همین گونه خیلی گفتم که هنرمند هستم. یعنی اینقدر من که مهنت کردم با اون جایی که من خواستم نرسیدم. یعنی شما علاقه شهرت سینکف بودید، مشهور بودید؟ اونقدر در دانشگاه یعنی شهرت سینکف بودم، لیکن در جمهوری اونقدر حالا مرا نمیشناختن و 2005 ما شناس شده بودیم و ما کنسرت های گروهی روشندلان روشن رو تنها در تالارها میگذرانده بودیم، در فیلارمونی، در کینوتئاتر جامی. و بعدا سال 2007 گفتم که من بار اول ماه مارت روز نوروز که در باغ دوستی در جشن کنسرت کالونی نوروزی برآمد کردم و همین نقطه من بود که گفتم که من رسیدم. و بعدا یعنی اکنون فرصتی رسیده است که اویله بنیاد کنید، بعدا ما جفت شدیم، ازدواج کنید. به آفرین. اینجا عبدالکریم درود میفرستد به شما شنونده رادیو آزیا پلюс و در پایان نوشته است گفتی روزها профессионалы своего дела, просто асы своей профессии. شما رو و شاید ما رو هم گفته باشد. عبدالکریم سپاس میگویم و جمعه خان نوشته است که خصلت من چگونه است؟ خصلت شما بهترین از جمعه خان. شما یک جوانی چهره کشاد، خندان رو، خوش چقچق، مسئولیت شناس و مهمتر از همه بچه خوب. دیگر من چی بگویم؟ و بعدی چندی باز صحبت رو ادامه میدیم با شهرت سینکف. حالا باشد بخشای دیگری
برنامه ها در رادیو آزیا پلوس شما رو انتظار است میگذاریم با دیگر بخش ها و بعدی چندی با صحبت رو ادامه میدیم و سرودی بگذشتی شهرت سینکوف رو نشر میکنیم بعد تقریبا چند دقیقه بشنوید. интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. Интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред. سرپرستی برنامه دوربین شرکت گلوز میگه مغازه پایافزال لباس بچگانه برای نورسان و زنانه و مردانه است. با اونجا سر بزنید روبروی صدبرگ در نزد گذرگاه زیرزمینی امارت نو قبط دوم. دوستان عزیز اینجا باز عبدالکریم با ما نوشته است. عبدالکریم من یک بار دیگر درود میفرستم به شما. عبدالکریم نوشته است همیشه برنامه های شما رو گوش میکنم. هر دوی شما یعنی متخصصی ساحه خود هستید نوشته است عبدالکریم و اینجا عبدالکریم باز اضافه کرده است که ما رو با شما چندین مرتبه مانند کردند یعنی با من با ارزوی سویف عبدالکریم رو مانند کردند و در راه سلام میدن میگویند که اکای ارزو شما چخیل و من از وای برعکس عبدالکریم رو دیدم واقعا هم عبدالکریم مانند است مخصوصا آرایش مویش. خیر عبدالکریم اکنون من دیگر غمگین نمیشم من یک تا تنها نیستم ما دو تا شدیم و یک کلوبی نمیدونم مردانه همین گونه مردها رو تاسیس میدیم یعنی مثل خودمان رو کلوب مردهای بموی بگویم اگر میشود ولی در این کلوب شهرت شامل شده نمیتواند زیرا شهرت آرایش مویش و عموما مویش خیلی خوب است مثل جوان پسرها است. شهرت جان من میخوام که درباره عموما نقشه های جدید نقشه های نو حرف بزنید. در پیش چی نقشه ها هست؟ اولا میخوام که در تمام دنیا تنجی و آرومی و یعنی صحت سلامتی باشد و وقتی که صحت سلامتی باشد انشالله همه ما نیت داریم که یعنی همیشه روزای خوش گذرند. ما هنرمندان همیشه نیت پاک داریم یعنی در خاندان و در همه جا توی آبادی و سور باشد یعنی و من نیت من چی است همیشه میخوام که سرودای نو بنا ایجاد کنیم و من در نیتم هست چندین سرودای نو دیگر رو یعنی ثبت کنم و روبروی تماشابین شوم مخلصای عزیز شوم و من سرایم و اونا راحت کنند. همین گونه نیت فقط دارم. همین نیت اگر با همین نیت رو برسیم یعنی از پیش ما رو آبادی انتظار است. بله و اگر کنسرت تأسیس بدهید تشکیل بکنید کنسرت رو زنده برگزار میسازید یا اینکه با فنگرام چون ما میدونیم که برخی از کنسرت هایی که برپا میشوند توسط فنگرام برگزار میگردند. البته کنسرت هایی که گالا کنسرت میشوند اونو باید که فنگرام شوند استفاده چون که در اونجا هر یک هنرمند برام میگم با هر اونجا دیگه اون تکنیک رو دیگه با هر یک حافظ یعنی جور کردنش دشوار است و در توی ها ما حتما زنده میسراییم برای اینکه اونجا ما دعوتی هستیم و ما با گروه یعنی جور میکنیم. اگر کنسرت دست جمع اون نباشد فقط کنسرت شهرت سینکوف اگر کنسرت خودمان باشد البته باید که ما زنده بسازیم. شما طرفدار زنده سرایی هستید البته و زیدی فنگرام خیر فنگرام جو دارد برای خودش. وقتی که ما مردم دعوت میکنیم یعنی 20 روز 10 روز پیش یا یک ماه پیش که ما کنسرت داریم و بعدا وقتی که مردم دعوت میکنیم با مردم روی راست اگر فریب کنی این بسیار به حرمتی میشود و با مردم وقتی که زنده میسرایی هم نفسی همون مردم هستی. اگر پیشنهاد کند یا اینکه قرار قبول شود که کنسرت های توسط فنگرام برگزار شونده پیشگیری کرده شوند شما راضی میشوید به این؟ ما راضی هستیم. این چند سال هست که درباره این صحبت میرود لیکن آهسته این جای خودش را میگیرد. فکر نمیکنید که بسیاری ها از میدان صنعت دور میشوند اگر این نظام رو به کار درآورند؟ درباره این بسیار وقت صحبت کردم و چندین بار صحبت کردم. آهسته همه چیز جای خودش را میگیرد و کی اصلی است و کی هم تو با این کسب یعنی شوقمند فقط است.
ҳавасманд. бале вале ҳоло ҳамин воситаҳои техникӣ компютер имкон медиҳад ки дилхоҳ одам таронаеро бигираду бисарояда. лекин ҳама ин муваққат аст. ҳама ин ман чанд бор гуфтам мисли барф аст, ин тез об мешавад, лекин пирях шудан душвор аст. пирях шудан мо душвор. мехоҳем ки дар ҳамин соҳа заминае гузорем то ба пирях шудан. лекин умед дорем. замина гузоштаистем ва ҳаракат мекунем, меҳнат мекунем. душвор аст расидан, лекин ҳаракат мекунем. шуҳрат инҷо боз паём омад аз ҷониби Абдукарим навиштааст шумо беҳтаринед у вас отличное чувство юмора. Спасибо огромное, Абдукарим, спасибо большое, удачи вам. боз инҷо навиштааст ки орзу мо ҳардуямон бо ин прическаи зебоямон танҳо нестем. Брюс Уиллис, Вин Дизел ҳардуи моро дида ба мо тақлид карда. хайр ман намедонам, Абдукарим бисёр бачаи шух аст ва мутмаинам ки Абдукарим аз сари бемӯяш шарм намедорад ва комплекс надорад. ончуне ки ман ҳам масалан ман ҳеҷ вақт хиҷолат намекашидам, ҳеҷ вақт шарм намедоштам аз ин чиз. бархи ҳо мӯи сарашон мерезад вали шарм медоранд, кӯшиш мекунанд ки барномаи мо бародарам машҳур мешавад. Абдураҳим пас мо бисёрем, бале агар ҳисоб кунем хеле зиёдем. Абдукарим, ба ҳар сурат ман саволро пешкаш кардан мехостам. Шӯраҷон, дар хонаводаи шумо, дар байни масалан хешу пайвандони шумо одамони санъаткор буданд ё на? ҳамеша вақте ки устоди ман ғоибназар Давлатшов дар замони мактабхонӣ мара даъват кардан, дидан ки ман менавозам ва падари модари ман музгор буданд. ва гуфтанд ки ман шӯҳратро ҳунарманди хуб мекунам. баъд падарам гуфт дар мо ҳеҷ кас набуд аст. ҳеҷ кас набуд. бале ҳам акун бисёр донишманду бузургу. ва баъдан модарам мегӯяд ки тағои ман Музаффар ном дошт, ҳунарманди хуб буд, валекин дар деҳот ки буд ҳеҷ кас ӯро нашинохт ва овози хуб дошт, мисли давлатманд гуфт месароиданд. ва ҳамин гуна яъне оқибат маълум шуд ки яъне ман аз раги модарӣ аз бобои Музаффар. ҳоло дар қайди ҳаёт нестанд бобои Музаффар? ҳоло нестанд, ҳатто ман надидам. модар қисса карданд ва ҳамин гуна исбот кардем дар ҳамо акун ин бибиам аз ҳамо қишлоқ ба қишлоқи дигар шавҳар карду, модарам аз ин қишлоқ ба қишлоқи дигару. ҳамин гуна дар ҳамо қишлоқ яъне ҳозир оригинали ҳофиз Орази Олимшоҳ. ораз ин қадар садои зебо дорад. оразро мешиносам. Олимшоҳ яъне сеюм раг ҳастем. пайванд агар ҳисоб кунем, яъне шумо хешу оразам аз набераи ҳамун Музаффар аст. шумо дар ин бора ба ягон намояндаи васоити ахбори умум гуфта будед ки боОрази Олимшоҳ шумо хешта боред? ҳоле нагуфтам. аввалин бор дар Азия Плюс инро гуфтед. ва мо ҳам як бор дигар ба арзи шунавандаҳои радиои Азия Плюс мерасонем киОрази Олимшоҳ ин сарояндаи номдор, ҷавону хушсадо хешу пайвандӣ дорад бо Шуҳрат Сайнаков, ин сарояндаи мумтоз. ва воқеан инро ман намедонистам, барои ман ҳам ин як сюрпрайз буд. аз фарзандон касе овозхониро дӯст медорад, садо дорад? фарзанди ман рӯзҳои охир мегӯяд ки кӯдакҳоро тамошо мекунад, биё падар ба ман як оҳанг бикун, ман мехонам. гуфтам ту ҳоло наметавонӣ хондан. писарча писарчаи ман Нуршед ту фақат менавозӣ, ту хондан ҳоли ман ба овози ту ҳоли ба ӯ надодам, ту ҳоли ягон бор пеши ман дар насароидӣ. чаро шумо намехоҳед ки ҳунари ӯ мисли гул бишукуфад? ман дидастам ӯ навохтан менавозад, яъне бисёр зеҳни хуб дорад, лекин сароидагиш ҳоло ман нашнидам. гуфтам ман то ҳоло ки ба ту ба ӯ надодам, ман туро пешбариам намекунам. дар ин система гуфтам ман бисёр сахтгир ки ҳастам, фарқ нест ту писари ман ҳасти, ту кисти, ҳоло ба ман бисаро, ман ки ба овози ту баҳо додам. ҳанӯз насароидааст? пеши ман ба насароидааст. чаро? фақат менавозаду камкам менавозад бо асбоб камкаму зеҳнаш бисёр тез аст. чизе ки ман дар ҳамун рӯзҳое ки сабт мекунам ва ҳамун чизро ман эҷод мекунам ва яракаи менавозад. мехоҳед ки сароянда бишавад? ман фикр мекунам проблем нест, чизе ки бихоҳад, чизе ки худованд насибаш гардонад. ин дар боло навиштагӣ аст ҳама чиз. мо дигар ҷо зур мезанем, лекин тақдир моро дигар ҷо мебарад. бале шуҳрат, дар ниҳоят мехоҳам ба шумо бигӯям ки орзуҳо амалӣ мешаванд. вақте ки мо орзу мекунем, дар бораи орзуямон андеша меронем, ба сӯи орзуямон қадам мезанем. умуман
تفکرمون رو روانه میکنیم به جانب آرزوهایمون، بالاخره آرزو عملی میشود. آرزو ایسا به آرزوش رسید. البته تا جایی که لازم بود رسیدم. و من از شما میخوام بپرسم که شما هم به آرزوهایتان رسیدید و هست آرزویی که تا هنوز عملی نگردیده است؟ البته من به تمام آرزوهایم رسیدید. باز دارید آرزو. این آرزوها تمام نمیشوند. آرزوها تمام نمیشن. با من یعنی 10 خواستم، خداوند به من 100 داد. شکر خدا. شکر، من راضی هستم. باز چی آرزو هست در پیش که جامعه عمل نپوشیده است؟ آرزوی فقط آرامی دارم. آرامی تمام دنیا رو دارم. صحت سلامتی تمام دنیا رو دارم. وقتی که آرامی باشد، هنرمندا همیشه میخوان که در همه جا خرسندی باشد. میدونید تمام اکثر آدم ها، اکثر شخصانی که من با آنها هم صحبت میشم میگن که میخوام که کشورم آسوده باشد، میخوام که مثلا یک منطقه، یک مکان، یک مرز، یک سرزمین آباد باشد. ولی شما میگوید که تمام مردم دنیا. این قدر وارسته است فکر شما. یعنی فکر شما فراتر از حدود یک کشور است، فراتر از حدود یک منطقه است. احسن. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. سپاس شورا جان، خوش آمدید. خوش باشید. سپاس زیاد. من مینداری خود کل همکاران رادیو آسیا پلاس را به شما میرسانم. موفق و مسلط باشید. خداحافظی میکنم دوستان عزیز. باز 2 روز دیگر در پیش است، 2 روز استراحت با فراغت به شما تمنا میکنم. تابستان است، در این 2 روز استراحت بروید به ساحل دریا غوطه بزنید و از این تابستان پر آفتاب و گرم و پر حرارت بهره بردارید. خیر. интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред.